بسم الله الرحمن الرحیم. 21 سنت از سنت های فراموش شده، الاخلاص و المعوذتین قبل النوم، یعنی خواندن سوره اخلاص قل هو الله احد و معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس قبل از خواب است. یکی از سنت هایی که فراموش شده که بسیاری کسا وقتی که استراحت میکنن خواب میکنن به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیکنن. چرا؟ در حدیث شریف میگه که ان النبی صلی الله علیه و سلم میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا آوا الى فراشه، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به بستر خوابشان میرفتن کل لیلت، یعنی هر شب وقتی که به بستر خوابشان میرفتن جمع کفیه، اما کفای دست خود جمع میکردن، ثم نفس فیهما و در اونا دم میکردن، فقرأ فیهما در امی کفهای دست خود چی را میخواندن؟ قل هو الله احد و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. این سه سوره را میخواندن. ثم یمسح بهما ما استطاع من جسده، باز مسح میکردن توسط امی دو کف دست خود هر جای از جسدش که دستش برش میرسید. یبدأ بهما على رأسه و وجهه، یعنی از کجا شروع میکرد؟ از سر و روی خود شروع میکرد. و ما اقبل من جسده، و از طرف پیشروی جسد خود، یعنی می قسم سینه خود و تختی سینه خود تا و پایش، باز امی قسم باز پشت سر تا جایی که دستش میرسید. و این یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که امروز فراموش شده و در حدیث 5000 عبدی صحیح البخاری آمده است. یفعل ذلك 3 مرات، یعنی میگه این کار چی میکردن رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ 3 مرتبه میکردن، یعنی اعضای بدن خود مسح 3 مرتبه میکردن.